یک پسر اوگاندایی به صورت همزمان و در یک مراسم مشترک 7 دختر را که عاشقشان بودند به عقد خود درآورده که تصاویر منتشر شده از این مراسم در فضای مجازی جنجال برپا کرده است. پسر اوگاندایی که عاشق 7 دختر شده بود در یک روز و در یک مراسم مشترک با تمام آنها یک جا ازدواج کرد. داماد که در خانواده کم جمعیت بزرگ شده گفته است: برای داشتن یک خانواده بزرگ با بیش از 100 فرزند تلاش می کنم تا به زودی با دخترهای بیشتری ازدواج کنم. از این 7 دختر 2 نفرشان خواهران هستند. ازدواج این پسر اوگاندایی در فضای مجازی با نظرات متفاوتی از سوی کاربران همراه شده و جنجال گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرده است. زن اوگاندایی که تا 40 سالگی صاحب 44 فرزند شده است. این زن اوگاندایی که در 12 سالگی به ناچار زیر بار کودک همسری رفته، اکنون در 40 سالگی مادر 44 فرزند شده است. نخستین زایمان این خانم در 13 سالگی با به دنیا آوردن یک دوگانی یا دوقلو همراه شد. وی تا اکنون 3 دوقلوی دیگر، 5 مرتبه 3 قلو و 5 مرتبه زایمان 4 قلو را تجربه کرده، در حالی که تنها یک بار زایمان تک فرزندی داشته است. از نظر دکتران این زن به یک بیماری نادر مبتلا است و دکتران گفتند که اگر این خانم زایمان را متوقف کند ممکن است سلامتی وی به خطر بیفتد. این زن که به همراه فرزندانش زندگی می کند مشقت و سختی بسیار را در طول زندگی تجربه کرده و علیرغم کمک های همسرش در گذشته تمام وقت خود را وقف نگهداری از فرزندانش و البته کار و کسب درآمد برای گذراندن زندگی کرده است. وی تا اکنون کارهای مثل آرایشگری، فروش داروهای گیاهی و جمع‌آوری زباله را برای کسب درآمد تجربه کرده تا از پس هزینه‌های خوراک و پوشاک و تحصیل فرزندانش برآید. تا اکنون 6 فرزند این خانم فوت شدند و همسر وی نیز اخیراً خانواده را رها کرده و این خانم را به همراه 18 دختر و 20 پسرش تنها گذاشته است.